سلام بر شما. اینک درس دیگری را امروز از سلسله درس های الفبای فارسی برایتان پیشنهاد میکنیم. امیدوارم که مثل همیشه دفتر و خودکارتان را آماده کرده اید تا اینکه محتوای این درس را بنویسید و برایتان در این درس موفقیت میخواهم. حرف میم به این شکل است و حرف میم آوازی می را ifade می کند. در علیحدگی و آخری کلمه حرف میم به این شکل نوشته می شود که ما آن را شرطاً میمی کلان نامیده ایم و به این شکل در اول و مابین کلمه نوشته می شود. و حالا مثال ها رو می بینیم با حرف میم. میم، الف، دال بالایش علامت زبر می شود د و اینم ر همش چی می شود؟ مادر. و این میم بالایش علامت زبر یا فتحه می شود ما و نون می شود من. الف بالایش این خط که این را ما مد می گوییم می شود آ و دال در بالایش علامت فتحه یا زبر می شود د و اینم میم می شود آدم. و اینم ب الف و میم می شود بام. ب الف دال الف میم می شود بادام. دال الف میم می شود دام. دال در بالایش علامت فتحه یا زبر می شود د و میم می شود دم. و دال در بالایش علامت پیش و حرف میم می شود دوم. اگر توجه کرده باشید دوم و دم هر دوش یک گونه نوشته میشن، تنها با این تفاوت که در بالای کلمه دم در بالای دال علامت فتحه یا زبر است و در کلمه دوم در بالای دال علامت پیش یا ضمه است. اینم میم علامت ضمه یا پیش در بالایش مو، دال، الف، میم همش چی میشد؟ مو دام. و اینم میم و الف هر دوش چی میشد؟ ما. و اینم میم در بالایش علامت فتحه یا زبر ما، ر میشد مر و اینم دال همش چی میشد؟ مرد. و اینم میم در بالایش علامت پیش یا ضمه میشد مو و اینم ر مور و اینم دال میشد مرد. و شین الف و میم میشود چی؟ شام. شین در بالایش علامت ضمه یا پیش میشود شو. میم در بالایش علامت پیش یا ضمه میشود مو و اینم ر شمور. و دال در بالایش علامت فتحه یا زبر ده و نون همش چی میشود؟ شمردن. و اینم نون الف و میم هر سهش چی میشود؟ نام. و اینم الف در بالایش این علامت مد میشود آ، ر آر، الف آرا و میمم همش میشود آرام. و اینم چی؟ میم در بالایش علامت ضمه یا پیش مو و اینم دال و در بالایش ببخشید من علامت زبر رو فراموش کردم، موده و اینم ت مدت. توجه کنید که اینجا یک علامت دیگر من گذاشتم. این علامت را تشدید میگویند. تشدید یعنی به شدت تلفظ کردن یک حرف. مثلا مدت ما میگیم یعنی با دو د تلفظ میشود و در الفبای فارسی با شدت تلفظ شدن حرف را با همین علامت چیکار میکنن؟ ifade میکنن. مدت. و اینم میم در بالایش علامت پیش یا ضمه مو و اینم شین و ت همش چی میشد؟ موشت. و اینم میم الف و ر چی میشود؟ مار. این هم حرفی واو. حرفی واو آوازهای و، او و او را ifade میکند. حرفی واو تنها یک شکلی نوشت دارد، یعنی در علیحدگی و اول و مابین و آخر کلمه
یک خیل نوشته می شود به این شکل. حرف واو مانند حرفهای الف، دال، ر و ز با اکثر حرفهایی که پیش از آن می آید پیوست می شود، اما با حرفهایی که بعد از آن می آید پیوست نمی شود. به اصطلاح دیگر حرف واو شکل‌های خرد و کلان ندارد. و حالا مثال ها را در اینجا می بینیم. دال و واو هر دو می شود دو. دال در بالایش علامتی زبر یا فتحه و واو هر دوش می شود دو. دال، واو و دال چی می شود؟ دود. دال، واو و ر می شود دور. و دال در بالایش علامت فتحه یا زبر می شود ده و اینم واو می شود و ر همش می شود چی؟ دور. ر، واو و ز می شود روز. میم، واو و شین می شود موش. سین، واو و دال می شود سود. ر در بالایش علامت فتحه زبر، واو رو می شود. شین در بالایش علامت زبر یا فتحه ش و نون شن همش می شود رو شن. نون، واو و ر می شود چی؟ نور. سین، واو و ز می شود سوز یا سوز. دال، واو، سین و ت می شود دوست. میم، واو و میم چی می شود؟ موم. حالا توجه شما را به یک موضوع دیگر میخوام جلب بکنم که چرا حرف او در بعضی کلمه ها با واو نوشته می شود و در بعضی کلمه های دیگر با علامت پیش یا ضمه ifade می شود. اینجا در بالای حرف ب یک تا علامت پیش میمونه به این شکل می شود چی؟ بوز با ز. این ر، واو و ز می شود چی؟ روز. و این میم در بالایش علامت پیش یا ضمه میمونه به این شکل می شود مو با شین موش و ت می شود مشت. و اینم میم، واو و شین می شود موش. و اینم ب، واو و ر می شود بور. و ب در بالایش علامتی ضمه یا پیش میمونه می شود بو. ر و دال می شود برد. حالا اکنون شما مقایسه بکنید تلفظ مثلا بوز و روز را. در کلمه بوز حرف او کوتاه تلفظ می شود، برای همین با علامت پیش یا که ضمه ifade می شود آوازی او. اما در کلمه روز ببینید با واو او ifade شده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او در اینجا تلفظی دراز دارد، روز. یا اینجا مشت، او در اینجا تلفظش کوتاه است، برای همین او با علامتی پیش یا ضمه ifade شده است. یا موش، او در اینجا دراز تلفظ می شود، برای همین با حرف واو ifade شده است. بور، همان گونه که می بینید اینجا او در بالاش خط دارد، با اوی دراز در اینجا ما تلفظ می کنیم کلمه بور را. به خاطر همین هم با حرفی چی؟ واو ifade شده است. و اینجا برد، برد و بور، او در کلمه برد کوتاه است، به همین خاطر هم با ضمه یا پیش ifade می شود. اما در کلمه بور به خاطر که دراز است با حرف واو ifade می شود. چیز دیگری که می خواهم برایتون بگویم این است که حرف واو آوازها یا صداهای دیگری را هم ifade می کند که ما در این باره در درس‌های بعدی باز مفصل‌تر صحبت می کنیم. برمیگردیم به اینکه از شما تشکر بکنم به خاطر
شرکتتان در این درس و اگر این درس خوشتان آمده باشد زیرش لایک بگذارید و عضو کانال ما بشوید. فکر میکنم خیلی مفید خواهد بود اگر این درس رو لینکش رو به دوستانتان، به خویشاوندانتان، به کودکانتان بفرستید و اگر این درس ها رو حتی شما بتوانید در CD ثبت بکنید و در DVD بگذارید که کودک ها اینها رو ببینن. هم سلسله درس های زبان انگلیسی ما، هم سلسله درس های زبان روسی ما که همشون برای شما در نظر گرفته شدن. هدف از این درس ها پیش از همه امید پیشرفت شما هست، امید اینکه دانش شما بیشتر بشود و این دانش برایتان در مشکلات زندگی کمک کرده باشد. موفق باشید.